اگر پیامبر اسلام میخواست بعد از خود مردم را بدون رهبر رها کند، پس چرا در آخرین سفر زندگیش ده‌ها هزار نفر را در بیابانی سوزان متوقف کرد؟ چه پیامی آنقدر مهم بود که خداوند به پیامبر فرمود اگر آن را ابلاغ نکنی رسالتت را کامل نکرده ای؟ السلام علیکم، خیلی خوش اومدیم به کانال سیراج. امروز به یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین رویدادهای تاریخ اسلام میپردازیم. واقعه قدیر. سال 632 میلادی پیامبر اسلام آخرین حج خود را به پایان رسانده بود. ده‌ها هزار مسلمان همراه او در راه بازگشت به مدینه بودند. اما هنگامی که به منطقه‌ای به نام قدیر خم رسیدند، فرشته وحی نازل شد. قرآن می‌فرماید: ای پیامبر، آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است ابلاغ کن و اگر چنین نکنی رسالتت را انجام ندادی. بسیاری از مفسران شیعه این آیه را مربوط به واقعه قدیر می‌دانند. پیامبر دستور داد همه توقف کنند. کسانی که جلوتر رفته بودند بازگردانده شدند و کسانی که عقب بودند نیز رسیدند. هوا بسیار گرم بود. برای پیامبر منبری از جهاز شترها ساختند. پیامبر بر فراز آنها ایستاد و خطبه طولانی خواند. در بخشی از این خطبه از مردم پرسید: آیا من نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر نیستم؟ همه پاسخ دادند: بله ای رسول خدا. سپس پیامبر دست علی ابن ابی طالب را بالا برد و فرمود: هر کس من مولای او هستم، این علی مولای اوست. خدایا دوست بدار هر کس که او را دوست بدارد و دشمن بدار هر کس که با او دشمنی کند. اما سوال اصلی اینجاست: منظور پیامبر از واژه مولا چه بود؟ اینجاست که دو دیدگاه متفاوت شکل میگیره. بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند منظور پیامبر بیان فضیلت، محبت و جایگاه امام علی بوده است. اما شیعیان معتقدند این سخن اعلام ولایت و جانشین امام علی پس از پیامبر بوده. شیعیان علاوه بر حدیث قدیر به این باور نیز استناد می‌کنند که خداوند هیچگاه زمین را بدون حجت الهی رها نمی‌کند. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است: اگر زمین حتی لحظه‌ای بدون امام بماند اهل خود را فرو میبرد. شیعیان همچنین به آیه دیگری از قرآن اشاره می‌کنند: امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم. بسیاری از مفسران شیعه این آیه را نیز مربوط به واقعه قدیر می‌دانند. به همین دلیل برای شیعیان قدیر فقط یک واقعه تاریخی نیست، بلکه روزی است که پیامبر به فرمان خدا مسیر هدایت امت را پس از خود معرفی کرد. شاید با این برداشت موافق باشید، شاید هم نباشید. اما اگر میخواهید بدانید چرا میلیون ها نفر شیعه در سراسر جهان عید قدیر را بزرگترین عید خود میدانند، باید قدیر را بشناسید. و حالا یک سوال: اگر قدیر خم در حضور این همه شاهد اتفاق افتاد، پس چرا پس از رحلت پیامبر امام علی بلافاصله زمام حکومت را در دست نگرفت؟ خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو تماشا کردید. حتما این ویدیو رو لایک کنید و اگر به اینجور موضوعات علاقه دارید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و برام کامنت بذارید. همه کامنت ها رو میخونم. تا این ویدیو دیگه، خدا حافظ.